خواهری پرسیدن که شوهرشون ایشون رو مجبور میکنه به خوردن آلتشون هنگام همبستری و همچنین خوردن منی تا حدی که ایشون میگن که میخوان به این دلیل از شوهرشون طلاق بگیرن. ببینید در موازین شرعی و مواردی که در فرهنگ در واقع جنسی وجود داره، در فرهنگ اسلامی و تعالیمی که دارن، در دین مبین اسلام تمامی موارد شفاف و صریح بیان شده. حتی زنانی می اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوالاتی از این قبیل، یعنی سوالات زندگی زناشویی خودشون از رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح میکردن و رسول الله هم پاسخ میگفتند و میگفتند که بهترین زنان انصار هستند که حیا مانع نمیشود که احکام شرعی خودشون رو فرا بگیرن. گرچه دین ما سراسر حیا هست، سراسر شرم و در واقع تقوا و پرهیزگاری هست، اما موارد شرعی حکم جداگانه خودشون رو دارند که در قرآن و حدیث این موارد کاملا تبیین شده. در مورد استفاده و کامجویی زن و شوهر از همدیگر و بهره‌های جنسی که میتواند از همدیگر ببرند، اسلام یک معیار کلی و اصلی رو قرار داده، گفته که این موارد حرام هستند، باقی موارد همه حلال هستند. نیومده بگه که به صورت تفصیلی فلان مورد فلان مورد فلان مورد فلان مورد اینا بشمارد که اینا حلال هستند، زیرا که این موارد بسیار زیاد هستند که حلال هستند. برشمرده تمام این موارد در واقع کار سختی هست و طولانی تری هست، حتی برای تفهیم همین زیاد جالب نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدند یک معیار قرار دادند، الله متعال هم در قرآن مجید اینو موارد رو بیان کردند که این موارد حرام هست، باقی موارد برمیگرده به اختیار خودتون. درباره مقاربت، یعنی تنها خط قرمزی که در زندگی زناشویی وجود دارد فقط و فقط دو مورد هست. یکی مقاربت همبستری در هنگام عادت ماهیانه یا در بعد از وضع هم تا زمانی که زن پاک نشده، و دیگری مقاربت از راه عقب هست. این دو مورد استثناء شده، غیر از این دو مورد به اختیار خود انسان واگذاشته شده. و این مطلب رو رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کامل در واقع سوال کردند. یکی اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد که یا رسول الله، از زنهای ما چه چیزی برای ما حلال هست؟ چی رو انجام بدیم، چی رو انجام ندیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اتق الحیضة و الدبر. از حیض یا از عادت ماهیانه و دبر یعنی جماع از راه عقب پرهیز بکن، باقی مانده تو میدونی با سلیقه و با در واقع فرهنگی که بر اون بزرگ شدی. پس بنابراین غیر از این دو مورد حرام قطعی در زمینه زناشویی و زندگی مشترک بین زن و شوهر مطلقاً وجود ندارد. خب وقتی که این بخوایم این قاعده رو مثلا اصل قرار بدیم و این گونه سوالات به صورت کلی مثلا از نظر شرعی صراحتاً اومده در کتاب‌های فقهی و حتی در کتب تفسیر اومده که بوسیدن زن و شوهر یا لیسیدن زن و شوهر یکدیگر را به صورت کلی جایز هست، حتی ولو اینکه آلت تناسلی یکدیگر باشه. هیچ گونه ممانعت شرعی در اینجا تهدید نشده و در واقع ممانعت و شرعی در اینجا اعمال نشده. جایز هست به صورت کلی بوسیدن تمام بدن زن و شوهر برای یکدیگر. و من جمله همین در واقع موردی هست که در این سوال اومده. از نظر اساسی و اصلی جایز هست، هیچ گونه شبهه‌ای در این زمینه وجود نداره. منتها موردی که جای اشکال هست این است که مایعاتی و ترشحاتی که از آلت تناسلی زن و مرد خارج می شوند از نظر شرعی حکمش این است که حرام هست و نجس هست. بلعیدن این موارد ناجایزه. بلعیدن این موارد ناجایز هست. ترشحات مهبلی باشه یا تناسلی مرد و زن باشه اینا جایز نیست، حرام هست. اهم از این که ادرار باشه یا مزی باشه یا ودی باشه. در مورد خود منی یا آب شوهر یا آب در واقع زن از نظر فقهی بنابر قول راجحی که در این زمینه وجود داره، گرچه اقوالی وجود داره که حتی منی زن و شوهر هم نجس هست بنابر قول بعضی از فقها مانند فقهای احناف که در این زمینه معتقد هستند که این نجس هست و بقیه فقها معتقد هستند که نجس نیست، پاکه. در میان در واقع افرازات مهبلی و مایعاتی که از آلت تناسلی خارج می شوند سه موردش نجس هست به اتفاق تمام علما. ادرار هست، مزی هست یعنی مایعی که در هنگام تحریک جنسی خارج می شود و همچنین مایعی که معمولا در هنگام شدت خستگی یا شدت کار یا معمولا بعد از ادرار خارج می شود که ودی گفته می شود. این سه مورد بالاتفاق حرامند و نجس هستند.
مورد چهارم که منی هست و اون در واقع آخرین درجه ارضا هست که بعد از آن انسان در واقع شهوتش فروکش میکند. این یک حکم جداگانه داره که عموم فقها در این زمینه معتقد هستند که این یک مورد نجس نیست، شکننده وضو و شکننده طهارت هست و موجب غسل می شود و موجب جنابت هست و باید غسل بشه. اما خودش فی ذاتی و فتوای عموم فقها و اکثر فقها این است که نجس نیست. اما با این که نجس نیست باز هم خوردنش و بلعیدنش برای زن یا خود شوهر این به هیچ عنوان جایز نیست. این جزء مستحضرات و جزء در واقع خبائث هست. جزء خبائث هست. ما این میتونیم تشبیه بدیم به در واقع مانند آب بینی یا بقیه مواردی که هستن، ولو این که نجس نیستن، حکم نجاستی رو ندارن، اما باز هم خوردنشون از نظر شرعی چون که جزء مستحضرات هستند و طبیعت سلیم اینو قبول نمیکنه جایز نیست و حرامه. اما قضیه طلاق، حالا طلاق به هیچ عنوان